سلام و عرض ادب، من زریم و اینجا داستان کتابا رو واسهتون تعریف میکنم. ممنون میشم کانالم رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و به دوستاتون معرفی کنید. داستان کتاب امروز جلد 7 و 8 مجموعه 8 جلدی آنشرلیه. اگه عاشق دنیای کتابی به کانال بوکشزری خوش اومدی. توی جلد 7 آنه و گیلبرت از سفر اروپاشون برگشتن. یک کشیش جدید همراه خانواده‌اش به روستا اومده که این کشیش همسرش مرده و 4 تا بچه داره. بچه‌های کشیش با بچه‌های آنه دوست میشن. دوستی عمیقی هم بینشون شکل میگیره. مردم روستا از همون اول شروع میکنن به ایراد گرفتن از طرز زندگی بچه‌های کشیش. به خاطر اینکه بچه‌ها همش توی قبرستون روستا بازی میکنن، خونه نامرتبی دارن یا اینکه روزای یک شنبه به کلیسا نمیرن، خونه تکونی میکنن. بچه‌ها یه بار روز شنبه به کلیسا میرن، فکر میکنن یک شنبه است و روز بعد که یک شنبه است به کلیسا نمیرن، خونه تکونی میکنن. مردم فکر میکنن چقدر این بچه‌ها بد تربیت شدن و روزای یک شنبه به جای کلیسا خونه تکونی میکنن، پشت سر پدرشون کلی حرف میزنن. بچه‌ها وقتی میفهمن مردم پشت سر پدرشون حرف میزنن خیلی ناراحت میشن. تصمیم میگیرن خودشونو تربیت کنن. مثلا هر وقت اشتباهی مرتکب میشن خودشونو تنبیه کنن. اونا دلشون نمیخواد مردم به پدر مهربونشون ایراد بگیرن. کورنلیا هم سرپرستی یه دختر یتیم و به اسم مری ونس به عهده گرفته. مری ونس با بچه‌های آنه و کشیش هم دوست میشه. یه بار دختر آقای کشیش جورابش رو به یه دختر فقیر میده که پاهاش داشته یخ میزده. روزی که میخواد به کلیسا بره خودش دیگه جوراب نداره. بی جوراب با یه پوتین به کلیسا میره. مردم متوجه میشن، باز شروع میکنن غیبت کردن که آقای کشیش اصلاً فکر خونه و زندگیش و بچه هاش نیست. با اینکه کشیش واقعاً مرد خوبی بوده و عاشق بچه هاشه، ولی خیلی توی کار و افکار خودش غرقه. مدتی بعد آقای کشیش یه روز کنار یه چشمه با یه خانم به اسم روزمری آشنا میشه. هر دو به هم علاقه‌مند میشن. ولی بعد از آشناییشون و رفت و آمد کشیش از روزمری خواستگاری میکنه. مری بهش جواب رد میده. بعد متوجه میشه روزمری به خاطر قسمی که واسه خواهرش خورده که در واقع تنهاش نذاره به کشیش جواب رد داده. روزمری یه خواهر بزرگتر از خودش داره. سالها پیش قرار بوده با یکی ازدواج کنه ولی دعواشون شده و الان در حال حاضر همون آقا مجرده هم خواهر روزمری. دختر آقای کشیش به خاطر حرفایی که از نامادری‌های مهربون شنیده نگران این که اگه پدرش ازدواج کنه دیگه دوستشون نداشته باشه. ولی بعد از دیدن روزمری میفهمه فکرش اشتباهه و همه نامادری‌ها بد نیستن. بالاخره بعد از یه سری اتفاقات هم خواهر روزمری ازدواج میکنه هم روزمری با آقای کشیش ازدواج میکنه. چند تا از بچه‌های کشیش و پسر آنه هم به دانشگاه میرن. مدتی میگذره و ریلا دختر زیبای قد بلند مو قرمز دوست داشتنی آنه کم کم داره بزرگتر میشه. ریلا تقریباً 15 سالشه، اصلاً مسئولیت پذیر نیست و هیچ هدفی برای زندگیش نداره. بین خواهر و برادراش والتر برادر محبوبشه. والتر دانشجوه و عاشق شعره. ریلا رو همیشه ریلای ماریلا صدا میزنه. ریلا وقتی والتر به این اسم صداش میزنه خیلی لذت میبره. ریلا یه روز دفتر خاطراتشو به والتر نشون میده. والتر هم رابطه خیلی خوبی با ریلا داره. والتر روحیه حساسی داره. از همون بچگیش از دعوا و خشونت بدش میاد. ولی فقط یه بار به خاطر دختر کشیش و حرفی که یکی از پسرای بی‌ادب مدرسه بهش زده دعوا میکنه.
جیمز پسر بزرگ گیلبرت و آنه 21 سالشه و فیت 19 سالشه که یکی از دخترای کشیشه. این دوتا به همدیگه علاقه دارن. نن و دایم دانشجو شدن. یه روز ریلا برای اولین بار اجازه پیدا میکنه که همراه خواهر و برادراش به یه مهمونی توی فانوس دریایی بره. توی اون مهمونی کنت پسر زیبای خاله لسلی هم حضور داره. ریلا با دیدن کنت قلبش میلرزه، ولی یادش میاد که کنت همش فکر میکنه ریلا بچه است. مثل بچه ها باهاش رفتار میکنه. حتی مثل جیمز. یه بار بهش گفته عنکبوت. بعد از اینکه این فکرها توی ذهنش میچرخه، باز از روبرو شدن با کنت خجالت میکشه. ولی کنت میاد و سر صحبت رو باهاش باز میکنه. اون شب با هم قدم میزنن. همون شب توی مهمونی یه پسر با یه خبر وارد جمع میشه. حالا خبر چی بوده؟ شروع جنگ فرانسه و آلمان. پسرها همه به این نتیجه میرسن که زودتر برای شرکت در جنگ ثبت نام کنن. برادر ریلا، جیمز و پسر کشیش هم داوطلب میشن. به زودی راهی میشن که به جنگ برن. جیمز یه سگ داشته که وقتی توی ایستگاه راه آهن جیمز سوار قطار میشه، سگش دیگه به خونه بر نمیگرده. همونجا توی ایستگاه قطار منتظر برگشتن جیمز میمونه. حتی توی سرما هم بر نمیگرده. گیلبرت میره و همونجا یه لونه واسه یه سگ جیمز درست میکنه. به قصابم میگه که هر روز واسه‌اش استخون بذاره. ریلا یه روز کلی گریه و زاری میکنه و میگه من میدونم والترم یه روز به جنگ میره، ولی اگه والتر بره من بدون والتر چی کار کنم؟ ریلا برای جمع کردن کمک برای سربازایی که توی جنگ بودن به تمام خونه های روستا میره و کمک جمع میکنه. ریلا وقتی به خونه یه خانومی که وضع مالی خوبی نداره میره، متوجه میشه اون خانم روی تخت از دنیا رفته و بچه کوچیکش که چند روز پیش به دنیا اومده تنها توی گهواره است. یه خانم پیرم توی خونه نشسته و به بچه بی تفاوته. خانومه میگه من حوصله ندارم از این بچه مراقبت کنم. وظیفه‌ای هم در قبالش ندارم. ولی مادرش خیلی نگران این بچه بوده. ریلا هیچ وقت از نوزاد خوشش نمی اومده، ولی اون لحظه دلش میسوزه و بچه رو توی یه ظرف سوپخوری میذاره و با خودش به خونه میبره. گیلبرت بهش میگه اگه خودت میتونی ازش مراقبت کنی نگهش دار، ولی اگه نمیتونی ببر تحویلش بده تا ببرنش یتیم خونه. ریلا تصمیم میگیره خودش از بچه مراقبت کنه. گیلبرت به ریلا یه کتاب میده. سوزانم نظارت داره. کم کم ریلا، همین ریلای مغرور که اصلاً مسئولیت پذیر نبوده، با سختی‌های این کار آشنا میشه، ولی خیلی خوب از بچه مراقبت میکنه. حتی اسمی هم برای بچه انتخاب میکنه. اسمشو جیمز میذاره. بعد از مدتی والتر هم میره و داوطلب میشه. ریلا با شنیدن این موضوع خیلی نگران میشه، ولی والتر کلی باهاش حرف میزنه. والتر قبل از رفتن به ریلا میگه ریلا قبل از اینکه برم به من نمیگی آیا به پسری علاقه داری یا نه؟ ریلا اولش خجالت میکشه، ولی خب بعدش میگه آره من کنتو خیلی دوست دارم. بعد از اینکه ریلا و والتر تمام حرفای دلشونو به هم میزنن، بالاخره والتر برادر محبوبش راهی جنگ میشه. مدتی بعد کنت هم به خونه گیلبرت بلایت میاد و برای رفتن از ریلا خداحافظی میکنه. قبل از رفتن به ریلا میگه ریلا منتظر برگشتن من میمونی؟ ریلا هم جواب مثبت میده. روزها میگذره و هر بار با خوندن اخبار جدید توی روزنامه از رویدادها باخبر میشن. توی این مدت تمام زندگی ریلا و آنه با استرس میگذره. مدتها میگذره و کلی اتفاقات رخ میده تا اینکه یه شب صدای زوزه سگ جیمز به گوششون میرسه. روز بعد خبر کشته شدن والتر میرسه.
زمانی که والتر کشته میشه حال خانواده خیلی داغون میشه. گیلبرت خودش خبر رو به ریلا میده. با شنیدن خبر ریلا توی آغوش پدرش از حال میره. روزها طول میکشه تا کمی حالشون آرومتر میشه. بالاخره بعد از 4 سال جنگ به پایان میرسه. اون پسریم که ریلا 4 سال ازش مراقبت کرده بالاخره پدرش از جنگ برمیگرده و بچه رو با خودش میبره. جیمز و شرلی هم به خونه برمیگردن. سگ جیمز هم با برگشتن جیمز به خونه برمیگرده. در نهایت با بازگشت کنت و دیدار ریلا و کنت با هم دیگه داستان جلد 8 هم به پایان میرسه. تا داستان یک کتاب دیگه، خدا نگهدارتون.